Rahmonov پهلوان ولایت مختار کشور بدخشان رکبی خود را با تن تفتیش کرد. آفرین. همه برادر عزیز رشید جان شامدید برادر. سید جلال سیدов نوگه واسه حاجی مشرف رحمانov نوگه رودکی حاجی مخاف سید جلال علی مردانov نوگه تیمور ملک و کامران کارلیکov نوگه یوان مخلصان برای همراهی کنید که نمیدروید برادر راست میگه در رکب راست میگه سعیدشاه پهلوان باور کنید سعیدشاه هنر زیبا نشان داد یک گشتنگیری حلال ببروی پیش دارد اتباس خیلی امکانه نبروی برادر همه گشتنگیری نفت اوه سید جلال سیدov حاجی مشرف رحمانov گشتن دوران سید جلال سیدov برادر عزیز ما گشت گیر گشتنی خوب میگیرد سید جلال سیدov برادران عزیز پهلوان از نوشته موسه سید مختار رسولov رکبی پهلوان از شهر دوچم خودت پهلوان ببر پیاده ورده ببرشون بله کارمندان امضای خوب خواهش میکنیم همه برادران اینجا هستن همه شو ببروید همه دو سه نفری هست دیگه همه شو ببروید کارمندان امضای خوب این رشید امانی رشید پشتونی خوب بگیره میمونه دیگه شو برادران نمیجا تلپا سر میشه باید ما اینم دوستان عزیز مخلصان هواداران گشتین ملی تاجیکی در اینجا یکی از رکس مردان یکی از رکورد جهانی را گذاشته است یکی از نورسه که در مقیاس جهان مخصوصا میان او و حبیب یک دیدار بود حبیب نورمگامدov همین امام حسینی که با زمین فیشری و اجمن میگویم در جهان رقم یک است اگر نوحیس ملی داشته باشیم یک کلکوبی صمیمی به خود رمی آورد اگر مردان سخی این برادری را به دستگیر کنند هم عنوان دارم که در مقیاس جهان را می‌بردند پرتاب میان سید جلال سیدov و حاجی مشرف رحمانov چی بود مخلصان عزیز برادر عزیز نگاه کنید باور است برادر عزیز اینجا میدان آغازی کار است اینجا بود بده من رو دوستان عزیز یکی از پهلوانان قوی پیکر دیگر هر با خاطر برادر حجمت یک خاطر برادر نبوده رو پاس کردم هیچی نبود برادر عزیز دوباره نگاه کن نبود هیچی نبود باور درجه چکی مردکه بدونم چکشه مردکه سلوم شد کنه برادر عزیز
Jahongir Majidov باشد بزرگ پهلوان از شهر کلام با کامران کارلیکوف. سالم یا بیاره ورده سالم شنا سالم یا بیاره گاو یا بیاره درم بغله همونی 100 سامان از جانب فرزانده ملت سید احتم رحیموف 500 سامان به خاطر شریف جان و کامران کارلیکوف. اگه سید احتم در دست خودت بزدگی خطور سربان جان پهلوان دور نبر دو پهلوان دو خوفکه منتفزک کفای پهلوان از جورب خل دنگره بگیمشتی ایک رسول گفت قدی براماده مرده که چیز هم ایگه گشتگیر معلوم نبودنش هم معلوم بگم دوستان عزیز یک پهلوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان آمده است زیابک رشیدوف یک کلکوبی به خاطر امین یک پهلوانی که در مقیاس جهان در نمود گشتن جدا هنرنمایی کرده است بروز در گشتن ملی تاجیکستان بود برادر عزیز حلال یا حرام حلال برادر حلال بابایشان حلال یا حرام چی حلال برادر عزیز حلال انا پهلوان نویای باست بابایشان همین مخلصای نمی طرف بسیار خوبش است سید جلال میخواه که با اوجی گشتی گیرد بیا هر شب بیا که اوجی جان اوجی بخیر گشتی بگیرید دوستان عزیز مخلصان عزیز داران آرمان گشتین سید جلال پهلوان از ناحیه موسه بر مقابل حاجی مشرف پهلوان از ناحیه مکی دستگیر هستید مخلصان عزیز بیا سالم شانت کنیم برادران یک اسب یک دخوفکه دوبتی امین آقا اکبر بگی اشتی بگی یک دیگر رو فهمیدن نمیشه بسیار باشید تمام برادر عزیز بسیار باشید دوار رو سردوار به نظر بگیرید مخلصان میگم بسیار باشید ایستن بابا سید جلال سید احتم رحیموف دلار برای سید جلال سیدوف و رقیبی و حاجی مشرف مونده است بیا پشت بگیری برادران از روی عدالت بوده که مردم همین جزیان آمدن دوستان عزیز کامران کارلیکوف شریف جان نظریوف برادر عزیز مخلصان میگویم هر چیزی که هست باید عدالت گفته شود درستی من ندیدم همین پرتف چی بود یکی مخلصان خدا شاید است مخلصان همینجا همه را نبرد چی میگوید همین چی بود پرتف برادر عزیز
است دوار است که در مکاس جمهوری تاجیکستان دواری کرده است. برادر عزیز دو با شاه